الله در قرآن سوره انفال چپتر 8 آیه شماره 60 میگه وسایل جنگ خود آماده بسازن، خودتان را آماده بسازن. در عصر حاضر خطرناکترین اسلحه رسانه است. ما باید در بخش رسانه دست بالا داشته باشیم تا اعتقادات نادرست که توسط رسانه‌های بین المللی درباره اسلام نشر میشه غلط ثابت کنیم و تعلیمات درست اسلامی را نشر کنیم. این وظیفه ماست تا پیام اسلام را به کسانی که خبر نیستند برسانیم. در عصر حاضر رسانه بهترین راه به خاطر رساندن پیام الله سبحانه و تعالی به جهانیان است. با رسانه این کار را میتونیم. بیاین تحلیل کنیم. رسانه های بین المللی استراتژی های مختلف به خاطر بدنام ساختن اسلام کار میگیرن تا مفهوم نادرست وارد اسلام کنن. استراتژی شماره 1 که توسط رسانه استفاده میشه این است که آنها گوسفند سیاه را از اجتماع مسلمانان میگیرن و آنها را به عنوان مسلمانان ایدئال معرفی میکنن. ما میفهمیم که گوسفند سیاه در هر اجتماع انسانی وجود داره. در بین اجتماع مسلمانان، در بین اجتماع عیسویت، در بین اجتماع هندو، در بین اجتماع یهودی وجود داره. میان هندوستانی ها، نیجری ها، امریکایی ها، در هر اجتماع گوسفند سیاه وجود داره. رسانه چی میکنه؟ رسانه این گوسفند سیاه را انتخاب میکنه و او را به عنوان مسلمان ایدئال معرفی میکنه. این گوسفندان سیاه در میان مسلمانان از قرآن پیروی نمیکنن، از احادیث صحیح پیروی نمیکنن، از تعلیمات آموزنده پیامبر گرامی ما حضرت محمد صلی الله پیروی نمیکنه. اینا از کارهای پیروی میکنه که خلاف انسانیت باشه. 1% بسیار کوچکی قسم هستن. این فیصدی کم را رسانه انتخاب میکنه و آنها را به عنوان مسلمانای ایدئال معرفی میکنه و میگه تمام مسلمانان همین قسم است. همگیشان مثل هم هستند. تا زمانی که مفهوم نادرست روشن نسازه ما کاری را انجام نخواهیم داد. استراتژی شماره 2 که توسط رسانه استفاده میشه این است که آیه های از قرآن کریم انتخاب میکنه و از متن آن نقل قول میاره و به جهانیان میگه که قرآن خشونت تعلیم میده، نامردمی را میآموزه، نابرابری را تعلیم میده. رسانه‌های خارج از متن آیه های قرآن نقل قول میارن تا اسلام ظاهر اسلام خراب بسازن. یکی از معروف ترین اونها آیه های قرآن که توسط رسانه ها و در گفتمان ها استفاده میشه این است که در هر جای که کافر را دیدن بکشن. اگر در قرآن ببینن همه قسم یک آیه در سوره توبه چپتر 9 و آیه 5 وجود داره که میگه در هر جای کافر را دریافتن بکشن، اما این آیه خارج از متن است. برای فهمیدن درست متن باید به چپتر 9 و آیه 1 رجوع کنیم. وقتی از آیه 1 بخوانن میفهمین که بین مسلمانای مکه و کفار مکه معاهده صلح انجام شده بود. این معاهده صلح توسط مشرکین مکه مکرانه شکستانده شد. با مرور زمان الله سبحانه و تعالی آیه 2 را بیان کرد. با مشرکین اختیار داد که 4 ماه بر روی زمین گشت و گذار کنند تا اینکه الله شما را در جنگ خوار کند. در جریان جنگ الله یادآوری میکند در قرآن کریم سوره توبه چپتر 9 آیه 5 میگه در هر جای که کافر را میابین چون دشمن است بکشن. در هر استراتژی جنگ در مقابل اونا استفاده کنن. پس این آیه قرآن در جریان جنگ نازل شده. آنها همچنان خارج از متن نقل قول آوردن که به طور عادی اگر مسلمان کافر را دید بکشه. این خارج از متن است. این برای جریان جنگ است. تصور کنن چند سال پیش که میان آمریکا و ویتنام جنگ جریان داشت، اگر وزیر یا رئیس جمهور آمریکا به عساکر خود میگفت در هر جای ویتنامی را میابین در جریان جنگ بکشید. این در متن وجود دارد. اما امروز اگر من نقل قول کنم رئیس جمهور آمریکا گفته در هر جای ویتنامی را دیدن بکشن، پس من او را قصاب ساختم که این سخن خارج از متن است. این سخن درباره جنگ جریان داشت. همین قسم قرآن به خاطر جنگ تذکر داده بود. وقتی دشمن بالای شما حمله کرد بعد از آن قرآن میگه که اونا را بکشن و برای هر نوع استراتژی جنگی آمادگی بگیرن. پس چه چیزی در آیه اشتباه است؟ اما رسانه‌های خارج از متن نقل قول میکنن و این مفکوره را ایجاد میکنن که در هر جای غیر مسلمان دیدن بکشن. اکثریت اوقات وقتی که سوال کنندگان در هندوستان و در کشورهای غربی غیر مسلمان نزد من میآیند و سوال میکنن آیا قرآن شما نگفته است که در هر جای غیر مسلمان ها یافتن بکشن؟ باز من از همان هندوستانی و آمریکایی سوال میکنم آیا تا هنوز مسلمان کوشش کرده که شما را از بین ببره؟
100% اونا میگن نه خیر. در هندوستان بیش از 200 میلیون مسلمان زندگی میکنه. آیا مسلمان کوشش کرده شما را بکشه؟ اونا میگن نه خیر. وقتی در آمریکا میرم سوال میکنم آیا مسلمان کوشش کرده شما را بکشه؟ اونا میگن نه. 99% نه خیر میگن. پس این درست نیست. میپذیریم که مسلمانای هدایت ناشده شاید باشن و بعض تاثیرات اونا را شاید تحریک کنن تا انسانای بیگناه را بکشن و شاید انسانای بیگناه را بکشن. من نمیگم نمیکشن، من منکر عمل نیستم، اما قرآن در سوره مائده چپتر 32 آیه 5 میگه اگه کسی انسان را بکشه، اگه مسلمان انسان دیگری را که مرتکب قتل نشده و در روی زمین فساد انگیزی نکرده باشه، چه مسلمان باشه غیر مسلمان، گویا همه مردم کشته. پس قرآن میگه اگه کسی شخص بیگناهی را بکشه گویا تمام بشریت را کشته و اگر زندگی شخصی را نجات داد گویا زندگی تمام بشریت را نجات داده است. چنین آیه در هیچ متن دینی وجود نداره که همین معنا را برسانه. ما شاگرد ادیان مختلف هستم، چنین آیه را در انجیل ندیدم، چنین آیه در بگوت گیتا نیست، در راماین، در مهابارات یا در متون قدیم یا در متون جدید وجود نداره که گفته باشه. آیا شما در کتاب یا متون دینی دیدنی را؟ اگه انسان نجات بتن زندگی تمام بشریت نجات دادن. ده هیچ جایی نیست. پس اونا این آیه را مد نظر نمیگیرن و آیه دیگری را یادآوری میکنن که اونا گوسفند سیاه انتخاب کردن و در هر اجتماع خوب و بد وجود داره. درست است یا خیر؟ و اونا تبلیغ میکنن که مسلمان‌ها بیشترین انسان ها را میکشن. من از شما سوال میکنم، مطابق تاریخ کدام شخص در جهان بیشترین انسان ها را در گذشته کشته؟ حد زده میتونن کی؟ هیتلر. او مسلمان بود؟ عیسوی بود. تاریخ با ما میگه او 6 میلیون یهودی را کشته. چی 6 میلیون باشه یا 600,000 به اندازه کافی کشته؟ آیا او مسلمان بود؟ آیا او با مدرسه میرفت؟ آنها میگن اگه با مدرسه اسلامی بروین اونا با شما یاد میده که چه قسم بکشن. اگه شما درباره اکثریت قاتلان جهان تحقیق کنن میفهمن که اکثریت اونا با پانتون‌های عصری میرفتن. من پانتون‌های عصری را ملامت کرده نمیتونم، اما آنها چطور مدرسه ها را آن قسم ملامت میکنن؟ اگه به مدرسه برن اونا با شما یاد میده که چه قسم مردم بکشن. و باز برمیگردیم به چپتر 9 آیه 5 از سوره توبه. یک بار یک منتقد بسیار معروف هندی که نامش ورونشوری است نقل کرد. او در کتاب جهان فتوای خود می نویسه. او همین آیه را نقل کرده. سوره توبه چپتر 9 آیه 5. در هر جای کافر را دیدن بکشن. در داخل قوس نوشته کرده بود کافی یعنی هندو. او اشارتاً گفته بود که قرآن گفته در هر جای هندو را دیدن، مستقیم نگفته بود اشارتاً در هر جای کافر یا غیر مسلمان یا هندو را دیدن بکشن. و از آیه 5 به آیه 7 خیز زده بود. چرا؟ به خاطر که آیه 6 جواب ضعف او را داشت. هر مرد هوشیار که در آیه 6 ضعف خود تشخیص بده از او یادآوری نمیکنه. آیه 6 سوره توبه. آیه 6 سوره توبه چپتر 9 میگه اگر یکی از مشرکان از تو پناه بخواهد او را پناه بده تا کلام خدا را بشنوه و سپس او را به محل امنش برسان. در جریان جنگ از بخشنده ترین جنرال اگر دشمن پناه خود بخواه او را به حال خودش رها خواهد کرد، اما قرآن میگه اجازه نده که بره، او را به محل امنش برسان تا کلام الله سبحانه و تعالی را بشنوه. و اگر شما بخونن قرآن در هر جایی که درباره کشتن گپ میزنه دفعتاً بعد از آن درباره صلح سخن ارائه میکنه. در هر جای در اکثریت آیه ها وقتی قرآن درباره جنگ گپ میزنه بدون تأخیر درباره صلح گپ میزنه. حتی در این آیه گفته صلح بهتر است. حتی در سوره انفال چپتر 8 آیه 60 وقتی درباره جنگ گپ میزنه بعد از آن میگه صلح بهتر است. پس چرا اونا تمام آیه ها را با متن کلیشان بیان نمیکنه؟ چرا؟ به خاطر که اونا میخواین اسلام بدنام بسازن، چون اسلام در عصر حاضر بسیار رشد کرده. پس این استراتژیک دوم است که اونا استفاده میکنن. خارج از متن آیه قرآن احادیث پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم را نقل میکنن و کوشش میکنن که معلومات نادرست بتن. استراتژی سوم که توسط رسانه‌ها استفاده میشه است که یک کلمه اسلام انتخاب میکنن، اشتباه ترجمه کرده و معنای اشتباه با اون میتن. و اشتباه ترین کلمه معنا شده اسلامی در عصر حاضر جهاد است.